سلام. سلام. نامت چی است؟ نامم نگینه. نگینه جان. گال مفروشی؟ با پرند ارزن است. خب ای با پرنداز دیگه. دیگه اینی که سر قبر آمد میخرن بازه من دازن اینی ارزنی هر چکاکاویا میخوره گندش کاکاویا. اینجا در خانه چند نفر هستین؟ در خانه 7 نفر. کسی نیست کار کنه؟ نه. خب تو اینجا روز چند تا زیم مفروشی نگینه جان؟ هر چقدر روز 6 تا روز 7 تا روز 8 تا که فروخته شد دیگه اون فروخته میشه کنه. خنک نمیخوری دی هوای سر دستکای تو میخ زده خب. نه نمیخورم قرای نمیشته. خب بازی پیسر میبری خانه؟ این رو که بردم هر چیز کچالو یا در خانه میخریم با پخته میکنند اونم خانه که چیز شه. خانه تو نیست؟ بریم خانه تون؟ بله. بریم. ایره من میبرم کتید خب؟ مانده شدیم قسمت بالایی کو بود که نگینه جان آمدیم. خب نگینه جان نفتی صنف چند مکتب هستی؟ صنف 4 بودم دیگه ایلا کردم کاکا. چرا ایلا کردی؟ دیگه نخواندیم دیگه. وقتی کار میکردی؟ کار میکردیم. خب ماشاءالله همان روزه از اینجا این توجه که پای میری؟ بسیار مسافت دور است. این مواد است انشالله به خود تسلیم میشه یک زمستان خوب داشته باشین. خب و این مادر جان تزدیکنی؟ خال جان خوب هستین شما؟ سلام چطور هستی بیادر خوب؟ اینجا استاد شوین بخشین. میشه که در ارتباط با وضعیت اقتصادی تان از شما بشنویم؟ وضعیت سخازی خب بسیار خراب است بیادر. کار نه بار نه شویم کراچیوان است اشتکاکایم خود ریزه بچه جوان ندارم بچه ریزگک است پلاستیک فروشی میکنه. خب و این سری دخترکتون چه کار میکنی؟ مجبور هستم بیادر چطور کنم پیسه یک لقمه نان پیدا کنه. خب مکتب از همین خاطر علاقت به خاطر این روزگار خراب. خب و از صبح تا شام اونجا شده؟ از صبح تا شام میشینه شام که شد باز میخیده. چند کار میکنه؟ روز 50 روپیه 30 روپیه 40 روپیه. مشکل تا حل میشه باز؟ نه بابا 30 روپیه و 40 روپیه چی میشه؟ 3 تا نانم نمیشه. ان شاء الله این مواد به شما داده میشه مشکلاتتان خدا نل. ای ببین خدا کدش خوبی کنه خدا بسیار کدش خوبی کنه که دست یک غریب بیچاره را میگیره خداوند اجرش در دنیا برش بده. زنده باشین بخیر باشین. چطور است وضعیت اقتصادی تو؟ وضعیت اقتصادی خودتان میفهمید دیگه. تو وضعیت ما با درجه آخر از صفر تیر شده. دیشب چی خوردین یادتون است؟ دیشب راست گویی دلده بودیم. یک چیز به نام دلده میگن یک غذا. نان نداشتیم با مساب یک ذره دلده کردیم. خب و با زمستان چوب چیز گرفتین نگرفتین؟ مواد خوراکی که به شما داده میشه قبلا هم شما گرفتین نگرفتین؟ نه نگرفتیم. مواد سوخت هم ندارین. زمستان چطور خود کردین؟ مجبور هستیم خدا مهربان است یک چاره و وسیله شود تا بال خود نگرفتیم. این مواد از شامل آرد و روغن و همچنان نخود لوبیا چای بوره و رب مواد دیگه که از شوینده باب ان شاء الله مشکلات زمستان تا اندازه حل خواهد. یک اندازه حل میشه. خیر ببینن. تشکر از دفترتان از کسی که کمک میکنه پروردگار کمکش کنه. این هدیه مردم افغانستان. بخیر باشی بچه کامیاب باشی خوش هستیم. خیر ببینی. زنده باشی مادر بزرگوار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باشی بچه کامیاب باشی. خداوند ستاره بلند و رخشان داشته